به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی از ادبیات کلاسیک جهان شروع می‌کنیم. بلندی‌های بادگیر، نویسنده امیلی برونته، مترجم علیاصغر بهرام‌بیگی، که چاپ ششم این کتاب در سال 1398 چاپ شده و در اختیار من هستش. چاپ نخست این کتاب در سال 1335 بوده و انتشارات علمی و فرهنگی در تهران این کتاب رو چاپ کرده. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس از فصل اول این کتاب رو شروع میکنیم. امیلی برونته زاده 1818 و درگذشت 1848 داستان نویس و شاعر بریتانیایی است که با رمان بلندی‌های بادگیر شهرتی جهانی یافت. او اشعار بسیاری نیز سروده است. بلندی‌های بادگیر یکی از عجیب‌ترین و شورانگیزترین آثار ادبیات انگلیس است. داستان بر زمینه شاعرانه استوار است و به این دلیل بجاست آن را بیشتر شعر بدانیم تا رمان. در این رمان ساده‌دلی‌ها و درونبینی روانشناختی فوق‌العاده‌ای به توالی دیده می‌شود، به گونه‌ای که آن را در شمار آثار کلاسیک آورده است. این کتاب شامل 34 فصله که از فصل اول شروع می‌کنیم. با من همراه باشید. سال 1801. همکنون از دیدار صاحبخانه‌ام بازگشتم. همسایه گوشه‌گیری که مرا دچار دردسر خواهد ساخت. جایی که در آن مأوا گزیده‌ام به راستی روستای زیبایی. گمان ندارم می توانستم جایی از این بهتر در سراسر انگلستان پیدا کنم. مکانی که این چنین از هیاهوی شهر و مردم به دور باشد. اینجا برای اشخاصی نظیر من که از مردم گریزانند واقعاً حکم بهشت را دارد و آقای هیتکلیف و من چه خوب می توانیم در برخورداری از این انزوا سهیم باشیم. او یک آدم حسابی است. وقتی مرا دید که سوار بر اسب به سویش می روم، چشمان سیاهش را به وضعی مظنون به صورت هم دوخت. در آن لحظه نمی توانست دریابد که از دیدارش چه احساس مهر و صمیمیتی در دلم پدید آمده است. آنگاه که خود را بدو معرفی کردم، انگشتانش را با عزمی رشک‌آمیز بیشتر به درون جیب جلیقه فرو برد. آقای هیتکلیف در پاسخ سری فرود آورد. من لاکوود مستاجر تازه شما هستم. افتخار دارم که پس از ورودم در اولین فرصت به دیدارتان نائل می شدم. امیدوارم با سماجتی که در اجاره کردن عمارت تراشکراس گرینج به خرج دادم شما را دچار محظور نکرده باشم. دیروز شنیدم شما از این بابت با شگفتی صحبت مرا قطع کرد و گفت آقا، عمارت تراشکراس گرینج به خود من تعلق دارد و تا جایی که بتوانم به هیچ کس اجازه نخواهم داد اسباب ناراحتی مرا فراهم آورد. حالا بفرمایید تو. جمله بفرمایید تو را با دندانهای فشرده ادا کرد و از لحنش چنین برمی آمد که میخواست بگوید زودتر شرت را کم و از سرم کم کن. حتی در ورودی باغ که او به آن تکیه داده بود حالتی داشت که از خشونت این کلمات نمیخواست. گمان میکنم همین وضع مرا بران داشت تا دعوتش را بپذیرم. در قلب خود نسبت به موجودی که از خودم به مراتب محتاط‌تر و کم حرف‌تر بود احساس دلبستگی و تمایلی کردم.
وقتی دید که اسبم با سینه‌اش به نرمی در ورودی باغ را فشار می‌دهد، دستش را برداشت تا در را بگشاید و سپس بدون مقدمه در جلو من روی جاده باریک سنگفرش به راه افتاد. و هنگامی که وارد حیاط می‌شدم صدا زد: جوزف، اسب آقای لاکفود را بگیر و کمی هم نوشیدنی بیاور. تصور می‌کنم با این دستور دوگانه‌ای که به نوکرش داد، در عین حال می‌خواست به من بگوید همه این منزل است و همین یک پیش خدمت و بنابراین تعجبی ندارد اگر در شکاف سنگ فرش‌های حیاط علف ثبت شده و کوتاه کردن آنها به عهده گاوها گذاشته شده است. جوزف مرد سالخورده‌ای بود. شاید خیلی هم پیر بود، ولی در عین حال نیرومند و قوی بنیه می‌نمود. وقتی به من کمک می‌کرد تا از اسبم پیاده شوم، با حالتی عبوس زیر لب گفت خدا به داد ما برسد. و در آن لحظه که نگاهش را به صورتم دوخت، قیافه‌اش را به حدی دوژم یا دژم و اندوهبار یافتم که حدس زدم وی با ادای جمله مزبور می‌خواسته است برای تسکین درد و رنجش طلب کمکی کرده باشد و منظورش ابراز نگرانی از ورود بی‌موقع و غیر منتظره من نبوده است. وودرینگ هایتس نام عمارت محل سکونت آقای هیتکلیف است. وودرینگ در لهجه محلی این ناحیه در وصف جایی گفته می شود که ساکنان این عمارت بر فراز این تپه ها اغلب اوقات دستخوش طوفان‌های سخت و بادهای سرد و جانگزا هستند. از خمیدگی چند درخت کوتاه کاج در انتهای باغ و خارهای بدمنظره که به یک سو کج شده اند و گویی از خورشید طلب احسان می کنند، می توان به خوبی دریافت که باد شمال وقتی در این مکان می وزد تا چه اندازه فشار و خشونت دارد. خوشبختانه معماری که این عمارت را بنا نهاده پیشبینی لازم را کرده و آن را بسیار محکم ساخته است. پنجره‌های باریک عمارت کاملاً درون دیوارها قرار گرفته است و تکه سنگ‌های بزرگی که اندکی جلو آمدند گوشه‌های بنا را در برابر فشار باد محافظت می‌کنند. قبل از اینکه از آستانه در ورودی عمارت بگذرم اندکی درنگ کردم تا گچ‌بری‌ها و کنده‌کاری‌های اطراف در مخصوصاً سردر را تماشا کنم. در میان انبوه در هم کنده‌کاری‌هایی که بیشتر نقش پسر بچه‌های چاق و برهنه و حیواناتی با سر شیر و بدن پرندگان را مجسم می‌کرد، تاریخ سال 1500 و نام هیرتن اورناش توجهم را جلب کرد. دلم می‌خواست لحظه چند بیشتر توقف کنم و از صاحبخانه ترشرو و عبوس خود داستان مختصر بنای عمارت را بپرسم. ولی حالت وی در آن موقع چنان بود که گفتی به من امر می‌کرد یا فوراً وارد شوم یا آنکه هرچه زودتر آنجا را ترک کنم. من هم به هیچ وجه دلم نمی‌خواست قبل از اینکه داخل عمارت را ببینم کاری کنم که کاسه صبر صاحبخانه‌ام لبریز گردد و مرا جواب گوید. پس از عبور از در ورودی بدون اینکه از راهرو یا سرسرایی بگذرم بلافاصله وارد اتاق نشیمن شدم. در این ناحیه نظیر چنین اتفاقی در سایر عمارت‌ها شامل اتاق پذیرایی و ناهارخوری و آشپزخانه است. ولی تصور می‌کنم که در وودرینگ هایتس آشپزخانه به قسمت دیگر عمارت منتقل شده. زیرا از درون بنا صدای پچ‌پچ و به هم خوردن لوازم آشپزخانه به گوشم می‌رسید و نیز هیچ گونه اثری از پخت و پز غذا یا سرخ کردن گوشت در اطراف بخاری بزرگ اتاق دیده نمی‌شد. از آن گذشته بر روی دیوارهای اتاق نیز نشانی از ظروف مسین و
لوازم آشپزخانه نبود، ولی از یک گوشه اتاق برق و جلای ظروف بزرگ مفرغی و آبخوری‌ها و تنگ‌های نقره، در حالی که در طبقات یک گنجه بزرگ چوب بلوط چیده شده بودند، جلب توجه می‌کرد. روی سر بخاری چند تفنگ قدیمی و یک جفت تپانچه قرار داشت و 3 چایدان که بر آنها نقش و نگار پرزرق و برقی نقاشی شده بود. زینت آنجا را کامل می‌کرد. کف اتاق از سنگ سفید و هموار پوشیده شده بود. صندلی‌ها با پشتی بلند به فرم قدیمی ساخته شده و به رنگ سبز. یکی دو صندلی سیاه رنگ سنگین نیز در گوشه‌های باریک اتاق قرار داشت. در طاق‌نمای زیر گنجه ظروف سگ ماده جگری رنگی خوابیده بود و بر گردش گله کوچکی از تک‌توله‌ها می‌لولیدند و سر و صدا راه انداخته بودند. سگ‌های دیگری نیز در گوشه‌های دیگر اتاق آرام گرفته بودند. این اتاق با مبل و اساس آن، اگر از آن زارعان ساده شمالی با قیافه‌های خشن و ساق‌های ورزیده و شلوارهای کوتاه بود، هیچ گونه قرابتی نداشت. این گونه زارعان که در صندلی راحت خود می‌لمند و لیوان آبجو کف کردهشان را روی میز گردی مقابل خود می‌گذارند، در سراسر این نواحی تا شعاع 5-6 مایلی دیده می‌شوند، به شرط آنکه شما به موقع، یعنی بعد از شام، به دیدارشان بروید. ولی بین محل سکونت و طرز زندگی آقای هیتکلیف تضاد عجیبی به چشم می‌خورد. قیافه وی سبزه تیره رنگ است و بیشتر به کولی‌ها شباهت دارد. از حیث رفتار و طرز لباس پوشیدن نیز بسیار شبیه ملاکان دهات است. با اینکه سر و وضعش تا حدی نامرتب است، ولی این سهلنگاری وی را چندان بدگمان نمی‌کند، زیرا اندامی ورزیده و قیافه‌ای مطبوع و دوست داشتنی دارد و رفتارش آمیخته با وقار و مناعت است. شاید بعضی‌ها در وجود او نشانی از تکبر و تفرعن بیابند و آن را ناشی از عدم اصالت ذاتی وی بدانند. ولی ندایی درونی به من میگوید که چنین نیست. من به حکم غریزه میدانم که حالت خشکی و سردی وی از آن روز که از تظاهر به احساسات یا هیجان‌های ناشی از دوستی متقابل بیزار است. وی باطناً میتواند کسی را دوست بدارد یا از کسی اظهار تنفر کند، ولی به هیچ وجه خوش ندارد که در برابرش نسبت بدو اظهار دوستی یا انزجار شود. نه، من در این میان راه اغراق در پیش گرفتم و صفات و خصوصیات روحی خود را بی محابا به وی نسبت میدهم. آقای هیتکلیف شاید برای طرز رفتار مخصوص خود نسبت به کسانی که احتمال می‌دهد با وی دوست و آشنا شوند دلایلی کاملا مغایر با حدسیات من داشته باشد. از کجا معلوم که این طرز قضاوت ناشی از سرنوشت خاص خود من نباشد؟ مادر گرامیم بارها میگفت که من هیچگاه صاحب همسر نخواهم شد و سر و سامانی نخواهم گرفت. در همین تابستان گذشته بود که به من ثابت شد که آنچه وی پیش بینی میکرد واقعیت داشته است. در تعطیلات 1 ماهه تابستان، هنگامی که در کنار دریا به سر می بردم، تصادفاً با دختری بسیار زیبا روبرو شدم که در نظرم چون فرشته‌ای جلوه نمود. البته وی در آغاز امر توجهی به من نداشت و من نیز هیچگاه مراتب عشق و علاقه خود را نسبت به او بر زبان نمی آوردم. ولی اگر نگاه‌ها زبان داشتند و سخن می گفتند، ابله‌ترین اشخاص به آسانی در می یافتند که من سراپا عاشق دخترک شدم. سرانجام وی نیز متوجه عشق و علاقه من شد و با نظری محبت‌آمیز به سویم نگریست. در آن لحظات شیرین‌ترین و دلپذیرترین نگاه‌هایی که به تصور درآید در دیدگانش هویدا بود
ولی در برابر آن نگاه‌های مشتاقانه من چه کردم؟ با کمال شرمساری باید اعتراف کنم که چون حلزونی افسرده که سر به درون صدف برد خود را کنار کشیدم و در برابر هر نگاه دخترک خود را سردتر و بی‌اعتناتر نشان دادم تا سرانجام دخترک معصوم به گمان اینکه بیهوده تصور عشق و علاقه‌ای از جانب من کرده است پریشان خاطر شد و از فرط نگرانی و اندوه ناشی از گمان خود مادرش را وادار کرد تا هرچه زودتر بساطشان را جمع کنند و از کنار دریا بروند. به خاطر همین کمرویی و اخلاق مخصوص همه کس مرا آدمی خشک و دیرآشنا می‌پندارد، در حالی که واقعاً چنین نیستم. من روی صندلی کنار بخاری نشستم و صاحبخانه‌ام نیز به سوی صندلی مقابل رفت و روی آن نشست. بین ما تا چند لحظه سکوتی برقرار شد و من شروع به نوازش ماده سگی کردم که در آن موقع توله‌هایش را رها کرده بود و در پشت پای من غرش خفیفی می‌کرد. سگ دهانش را باز کرده بود و دندانهای سفیدش چنان حالتی داشت که گفتی می‌خواست در همان لحظه پای مرا گاز بگیرد. نوازش من غرش حیوان را شدیدتر و طولانی‌تر کرد. بهتر از کاری به کار سگ نداشته باشید. آقای هیتکلیف پس از گفتن این جمله با پایش نیز اشاره تهدیدآمیزی کرد و با حالتی خشم‌آلود افزود: این سگ بدین گونه نوازش‌ها عادت ندارد. نمی‌خواهم لوسش کنم. پس از آن از جایش بلند شد و به طرف دری که به اتاق مجاور باز می‌شد رفت و بار دیگر فریاد کشید: جوزف! از ژرفای زیرزمین صدای جوزف به طرز نامفهومی به گوش رسید، ولی چون از خود او خبری نشد ارباب به سوی زیرزمین رفت و مرا با ماده سگ وحشی و 2 سگ گله پشمالو تنها گذاشت. هر 3 سگ دور مرا گرفتند و با حالتی قهرآلود همه حرکاتم را می‌پاییدند. چون نمی‌خواستم جایی از بدنم به دندانهای تیز آنها تماس پیدا کند آرام بر جایم نشستم، ولی به تصور اینکه سگ‌ها از ناسزاهای زیر لبی چیزی سر در نمی‌آورند متاسفانه در چشمک زدن و شکلک درآوردن برای آنها پیاده روی کردم و یکی از حرکات قیافه من چنان موجب برانگیختن غیظ ماده سگ شد که ناگهان سبعانه روی زانوانم پرید. من او را به سوی پرتاب کردم و به سرعت از جایم برخاستم تا میز را بین خود و آن حیوان وحشی حائل قرار دهم. این عمل موجب تحریک سگ‌های دیگر شد و چند لحظه بعد چندین سگ کوچک و بزرگ از گوشه و کنار اتاق وارد معرکه شدند. حس کردم پاشنه‌های پا و دامن قبایم طعمه خوبی برای سگ‌ها شده است. پس سیخ بخاری را برداشتم و در همان حال که از هجوم سنگ‌های بزرگتر جلوگیری می‌کردم مجبور شدم فریاد برآورم و کسی از اهل خانه را به کمک بطلبم تا بیاید و آرامش را برقرار سازد. آقای هیتکلیف و نوکرش در آن لحظه با سستی و خونسردی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آمدند. با آنکه در اتاق آن همه هیاهو و آشوب برپا شده بود، اطمینان دارم آنها حتی ثانیه‌ای در آمدن شتاب نورزیدند. خوشبختانه یکی از ساکنان خانه که در آشپزخانه بود با صدای فریاد من فوری به درون اتاق آمد. وی زنی خوش‌اندام و قوی بنیه بود. آستین‌هایش بالا زده و گونه‌هایش گل انداخته بود و همچنان که ماهیتابه‌ای در دست داشت به کمک آن حربه و چند کلمه‌ای که بر زبان آورد سر و صدا و هیاهو را به طرز معجزه‌آسایی فرو نشاند و آرامش را برقرار کرد و خود در حالی که نفس می‌زد در میان اتاق ایستاد و در همین موقع اربابش وارد شد. این چه بساط مسخره‌ای را انداخته‌اید؟ در حین گفتن این سخنان با وجهی به من نگاه می‌کرد که بعد از آن رفتار ناهنجاری که با من شده بود برایم غیر قابل تحمل می‌نمود. واقعا که بسیار مسخره است. یک گله گراز وحشی از سگ‌های شما خطرناکتر نیست.
آقا با این ترتیب ممکن بود شما بیگانه ای را با گروهی پلنگ تنها بگذارید. آنها به اشخاصی که به چیزی دست نزنند کاری ندارند. همانطور که بطری را در برابر من میگذاشت و میز جابجا شده را سر جایش قرار میداد افزود: سگ‌ها حق دارند کاملا مواظب باشند. حالا یک گیلاس میل بفرمایید. نه متشکرم. گازتان که نگرفتم. اگر گاز گرفته بودن خوب به خدمتشان میرسیدم. در وجنات هیتکلیف آثار نیشخندی نمودار شد و با لحن ملایمتری گفت: خواهش میکنم حالا بفرمایید کمی میل کنید. آقای لاکوود، میدانم که اوقاتتان تلخ شده است. باور کنید به قدری کم مهمان به این خانه میآید که من و سگ‌هایم نمیدانیم چگونه از آنها پذیرایی کنیم. حالا بنوشیم به سلامتی شما. من که اندکی آرام شده بودم سری فرود آوردم و گیلاس خود را به سلامتیش بلند کردم. با خود اندیشیدم کار احمقانه است. به خاطر وحشیگری چند سگ بیهوده اوقاتم را تلخ کنم. از آن گذشته خوش نداشتم به بهای ناراحتی خود اسباب تفریح خاطر میزبانم را فراهم آورده باشم. او نیز مثل اینکه دور از احتیاط می‌دانست بیش از آن خاطر مستأجر خوبی را رنجانده باشد. موضوع صحبت را تغییر داد و شروع به بحث درباره محسنات و معایب عمارتی که به من اجاره داده بود کرد. دریافتم که آقای هیتکلیف درباره موضوعاتی که مورد بحثمان بود بسیار وارد و بصیر است و قبل از اینکه به خانه باز کردم آنقدر خود را نسبت به او علاقه‌مند یافتم که شخصاً پیشنهاد کردم روز بعد بار دیگر به دیدارش بروم. از بازدید من آشکارا اظهار بیمیلی میکرد. گویی نمیخواست بار دیگر مزاحمش شوم. با وجود این فردا باز خواهم رفت. بسیار جای تعجب است که من خود را در مقام مقایسه با او آدمی اجتماعی و اهل معاشرت می‌یابم. اما فصل 2. دیروز بعد از ظهر هوا سرد و مه‌آلود بود. با خود فکر می‌کردم بهتر از کنار بخاری اتاق کارم بنشینم و برای رفتن به وودرینگ هایتس بیهوده خود را گرفتار دردسر رد شدن از میان گل و خار و خاشاک که بین راه نکنم. در حالی که دو دل بودم از پلکان اتاقم بالا رفتم و در آنجا دخترک خدمتکار را دیدم که مشغول مرتب کردن بخاری است و فضای اتاق را ذرات دود و خاکستر پر کرده. پس از دیدن این منظره بلافاصله برگشتم و تصمیم گرفتم به دیدار صاحبخانه بروم. کلاهم را برداشتم و به راه افتادم و پس از چند کیلومتر راهپیمایی به در باغ آقای هیتکلیف رسیدم و درست در همان موقع برف شروع به باریدن کرد. در بالای تپه هوا بسیار سرد بود و زمین از یخ تیره رنگی پوشیده شده. از وزش باد و بوران بسیار سرد همه اعضای بدنم می‌لرزید. چون قادر نبودم چفت و کلون در ورودی باغ را باز کنم از روی نردبان بدان سو پریدم و دوان دوان از میان سنگ فرش باریکی که دو طرفش را بوته‌های هرزه خار توت احاطه کرده بود گذشتم و خود را به در ورودی عمارت رساندم. در بسته بود و من آنقدر آن را کوفتم که بندهای انگشتانم به سوزش افتاد و سک‌های درون عمارت پارس کردن را سر دادم. با خود گفتم بدبختا حقشان است که کسی سال تا سال به دیدارشان نرود. لااقل من در طول روز در منزلم را به روی کسی نمیبندم. در هر صورت من که از رو نمیروم و هر طور باشد وارد خواهم شد. پس از آن دستگیری در را گرفتم و به شدت تکان دادم. پس از چند لحظه جوزف با آن قیافه عبوس و منزجر کننده سرش را از پنجره گرد انبار علوفه بیرون آورد و فریاد زد: اینجا اومدین چی کار؟ اربابم در حیاط عقب عمارته. اگه میخواین باهاش صحبت کنین باید از اون ور بریم. با صدای بلندی که آمیخته با خواهش بود پرسیدم: آیا کسی داخل عمارت نیست تا در را باز کند؟ هیچ کس غیر از خانم نیست. اونم اگه تا شب اینجا وایسین در رو باز نمیکنه. چرا؟ آیا نمیتوانی به خانم خبر بدهی مهمانی آمده است؟
نه، من تو این کارا دخالت نمی کنم. جوزف پس از گفتن این جمله سرش را به درون برد. در این موقع ریزش برف شدیدتر شده بود. میخواستم باز در بزنم، ولی در همین لحظه مرد جوانی که کت بر تن نداشت و چنگال دوشاخه‌ای را بر روی دوش گرفته بود از سمت حیاط خلوت عمارت ظاهر گشت و با آنکه چند قدمی از من فاصله داشت مرا صدا زد تا به دنبالش بروم. پس از گذشتن از رخشوخانه و محوطه سنگ فرشی که شامل انبار زغال، تلمبه آب و لانه کبوتر بود، سرانجام به همان اتاق بزرگ و روشن و گرمی که دفعه قبل نیز در آنجا از من پذیرا شده بود وارد شدیم. درون بخاری آتش گرمی میسوخت و شعله‌های آن فضای اتاق را به وضع جالبی روشن میساخت. نزدیک میزی که روی آن بساط شام مفصلی چیده شده بود، چشمم به خانمی که جوزف میگفت افتاد و از دیدارش بسی شاد شدم. هیچ تصور نمی‌کردم چنان موجود زیبایی در آن عمارت باشد. به علامت احترام و ابراز آشنایی سری فرود آوردم و به امید آنکه مرا دعوت به نشستن خواهد کرد منتظر ماندم. ولی وی همانطور که روی صندلی نشسته بود ساکت و بی حرکت بر جای ماند. برای اینکه سکوت را شکسته باشم گفتم: چه هوای بدی است خانم هیثکلیف. مثل این است که خدمتکاران شما اصلا گوششان به در بدهکار نیست. من پس از مدتی در زدن موفق شدم آنها را خبر کنم. اصلا دهانش را باز نکرد. من به صورتش خیره شده بودم و او نیز همانطور خیره مرا می‌نگریست. چشمانش را با نگاهی سرد و بی‌اعتنا و با حالتی که فوق‌العاده ناراحت کننده و نامطبوع می‌نمود به رویم دوخته بود. آنگاه مرد جوان به درشتی و ناهنجاری گفت: بنشینید، ایشان حالا می‌آیند. اطاعت کردم و روی صندلی نشستم. سینه‌ام را صاف کردم و جونو، همان سگ ماده‌ای که بار اول دیده بودم و این بار به علامت آشنایی دمش را تکان میداد را صدا زدم. چون به طرف آمد گفتم: چه حیوان قشنگی خانم، آیا بچه‌هایش را نیز نگه خواهید داشت؟ اینها مال من نیستند. میزبان نامهربان من این کلمات را به لحنی گفت که حتی خود آقای هیثکلیف نیز بدان زنندگی جواب نمی‌داد. سپس به یکی از صندلی‌ها که رویش حیواناتی شبیه بچه گربه دیده میشد اشاره کردم و پرسیدم: پس شما به آن حیوانات علاقه‌مندید، اینطور نیست؟ با لحن تحقیرآمیزی جواب داد: واقعاً که باید به آنها علاقه‌مند هم بود. وقتی بار دیگر متوجه صندلی شدم دریافتم که متاسفانه آنچه خیال می‌کردم بچه گربه است. چند خرگوش مرده بیش نبود. برای اینکه خودم را از تک و تا نینداخته باشم سینه‌ام را صاف کردم و صندلی را جلوتر کشیدم تا به بخاری نزدیکتر باشم و در همان حال بار دیگر درباره بدی هوای بیرون اظهار نظر کردم. شما نباید در چنین هوایی بیرون می آمدید. میزبانم در میان گفتارش از جا بلند شد و دستش را به طرف سر بخاری دراز کرد تا یکی از قوطی‌های پرنقش و نگار چای را بردارد. قبل از اینکه از جایش بلند شود می توانستم ترکیب قیافه و اندامش را به خوبی تشخیص دهم، ولی آنگاه که او برخاست توانستم صورتش را ببینم. زنی میان باریک و ظریف بود و به خوبی پیدا بود که اندک زمانی بیش نیست که دوران دختر بچگی را پشت سر گذارده است. اندامی عالی و خوشریخ داشت و صورتش بسیار زیبا و جذاب می‌نمود. حلقه‌های موی بور مایل به طلایی روی شانه‌های ظریفش آویزان بود. چشمانش اگر نگاه این چشمان اندکی مهربان و دوستانه تر بود به راستی بیچاره کننده میشد و کسی تاب نگریستن در آنها را نمی‌یافت. خوشبختانه برای دل عاشق پیشه و حساس من در آن نگاه‌ها جز حالتی آمیخته به تحقیر و ترحم چیزی خوانده نمی‌شد. ولی چون نگاه‌هایی از آن دیدگان زیبا بعید می‌نمود. چایدان از دسترس او دور بود، لذا حرکتی کردم تا در برداشتن آن کمکش کنم، ولی او رویش را به طرف من برگرداند. حالت پرخاش و عتابش در آن لحظه شبیه گدایی بود که کسی خواسته باشد وی را در شمردن سکه‌های طلایش کمک کند.
به کمک شما احتیاجی نیست، خودم میتوانم بردارم. با دستپاچگی جواب دادم خانم ببخشید، خیلی معذرت میخوام. سپس پیشبندی روی لباس تمیز و مشکی خود بست و همچنان که قاشق چایخوری را پر از چای کرده و بالای قوری نگه داشته بود از من پرسید آیا شما را برای صرف چای دعوت کردن؟ با کمال میل یک فنجان چای صرف خواهم کرد. پرسیدم آیا شما را برای صرف چای دعوت کردن؟ در حالی که تبسم خفیفی بر لب داشتم جواب دادم نه، مگر اینکه خود شما اظهار لطفی بفرمایید. و دیگه زمان به من اجازه نمیده که این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. حتما اگر فرصت داشتید این کتاب رو بگیرید و لذت خواندنش رو به خودتون هدیه بدید. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.